مانیمنت ولی ویو اتاق اینه، یعنی اینجا تراسشه از اتاق که ببخشید دیشب اینجا من خوابیدم. اتاق یه دون کینگ گرفتم، فکر کنم 90 گرفتم خودشو و این ویو اتاقه. اصلا آدم در حیرت میمونه از زیبایی اینجا. این اتاق بعد از اینجا که در میاد شما به این سمت میرید، میرم وسط صخره ها مدل ساختن. این دیگه رستورانش این بالا. جایی خیلی جای خوبیه، 4 مایل فقط فاصله داره با ویزیتور سنتر مانیمنت ولی، با فورست گامپ 10 مایل 15 مایل یه هم چیزی فاصله داره. جایی خیلی خوبه، رستورانش افتضاح بود. یه چیز دیگه هم که خوبه علاوه بر اینکه ویوش خوب بود، اینکه همه کارکنانش همه نیتیو امریکنن. اینم برای من چیز جالبی بود، چیز مثبتی بود. یعنی خب امروز داریم میریم وگاس بیبی، داریم میریم وگاس. برای من خیلی جذابیتی نداشته تا اینجای کار. اون سفری هم که زاین و اینا رفتیم فکر کنم 1 ساعت 2 ساعت تو وگاس بودیم، ولی الان من دارم میرم که اسفیر رو ببینم. به نظرم به شدت یا خودش اینجوریه، به نظرم به شدت سازه مهندسی جذابیه و باید دیدش. و الان دیدم که دیروز یه سنگی یه ماشینی خوردش، شیشه رو چیز کردم. شیشه ترک بر نداشته ولی شیشه زده پیدا کرده از اون ور. بچه‌م داره پیر میشه. 6 ساعت و 33 دقیقه راهه. عجله نداریم. بلیت برای ساعت 9:30 به وقت وگاس گرفتم. بعد 2 ساعت هم هست اون شویی که بلیت گرفتم. حالا اونو میریم میبینیم دیگه. انتلوپ کنی اینجا هم تو همون سفر زاین و اینا اومدیم گشتیم، چه عکسایی گرفتم به خدا. با دامن از نردبون میرفتم بالا پایین، خیلی خوب بود. دامن بلند. آره ما اینجوری هزینه میکنیم، اینجوری وقت میذاریم. ببین چیزه اینجا انتلوپه. اینجوری بودم سنگاش آشناست، بعد یهو دیدم نوشته انتلوپ واش، من طوری بودم شت اونجا. آره خیلی خیلی باحال، سورپرایز قشنگی بود. اینجا وایسادم قهوه بخرم، بعد اینجا دارم از روی رودخونه رد میشم، یهو دیدم آشناست و یه جایی که چیزه خیلی جذابه 5 دقیقه با اینجا فاصله داره. اینه که چنج آف پلنز قشنگ گردش کردم، دارم میرم اونو ببینم بعد ادامه مسیر رو بریم. رسیدم براتون از اون رسید میگیرم.
چیزو برم، هورسشو بند رو برم، همون سفر زاین و گرند کنین و انتلاپ اونو رفته بودیم. جونم 5 دقیقه است که برم ببینم. الان اومدم نزدیکترین پارکینگ بهش. بعد یه هایی که 1.5 مایلی داره، یعنی 20 دقیقه حداقل رفت، 20 دقیقه برگشت، بگید 10 دقیقه رو بم اونجا بسم 1 ساعت اضافه میشه به مسیرم و من 7 ساعت درایو دارم. درسته 2 ساعتش اومدم ولی هنوز 5 ساعت و نیم مونده. اینه که کنکله همون عکسایی که داشتم میتونید ببینید. منم که دیدمش قبلا. در نتیجه میریم ادامه مسیر دیگه. وگاسم ولی اومدم سفورا پیدا کنم شامپومو بخرم. موهاتون که مزخرف باشه هر شامپویی نتونید بهش بزنید، این بدبختی ها رو داره. موهای من چرب و فره خودش، شما خیلی کم فر دیدیدش ولی طبیعیش فره و چرب، خیلی ترکیب مزخرفیه و به خاطر همین باید شامپو خودم پیدا کنم. اومدم اینجا The Forum Shops، خیلی باحاله. ببین سقفش اگه برسیم سقفش آسمونه بدین شکل. عزیزان از دور داریم اسفیر رو میبینیم، داشتم با لهجه فارسی ها اسفیر. خیلی خوشگله. خب اومدیم داخل. از جنرال ادمیشن اگه بگیرید مثل این بلیت من استاندارد ادمیشن، این از هر پلازا و عوارض بشید اونجایی که اتوبوس اوبر و اینا میندازتتون پایین، اونجا یه عالمه باید پیاده را بیاد. برای میزان لباس پوشیدن دقت بفرمایید که تو باد لباستون کم نباشه. anyway خب ما بریم 4 ساعت فعلا باید یه دونگه برم بالا. خب خانم گوپرومو گفتش بذار تو کیفت، نمیتونی اینجا فیلم برداری کنی، ادامه رو با گوشی میریم و با دوربین نمیتونیم. من رسیدم داخل. Robotic coordinator, can you please assist?
You would like to tell me about Angel Hall, is that correct? Please enlighten me, friend. They are the biggest halls in the world, is that correct? And what do you do inside of these very large halls, my friend? The Angel Falls, is that correct? This makes much more sense, my friend. That is quite exciting. Is this your favorite part about your hometown? I understand. Thank you for sharing more about your hometown with me. And I hope that you continue to enjoy my own in Nevada. I detect several new things in you. You would like to know how I operate, is that correct? An excellent question, my friend. As far as battery, I am plugged into Sears' electrical system. When it comes to technology, I run on Tritium-3, the AI powerhouse at the forefront of technology. داخل اینجا یه مقدار شیب خیلی زیاده. احتمال که همه بتونن لذت ببرن دیگه. مثلا کل این سقف و اینا هم همه حالا سقف نمایش میشه. تجربه جالبی بود. پرتقال دادن زاد دادن. من خیلی راضی بودم و به نظرم واقعا آدم باید حداقل یه بار رو بیاد.